بابا کجا بریم دیگه شب شدم آخی. چی؟ بابا شما کجا میتونی زنی پیدا کنم همسن دوستان شما باشه بابا آخه نگاه علی که با سواد هوشیار باشه. شما هم کامیت خیلی درس خوندیم به خیلی یاده بگو. این که چیزی نباشه که مزدش وزد بشه. همین که هوشیار با سواد خیلی کمالدار باشه. مبارک باشه. خوبه بگو خوبه. پیدا میکنم همین که میگردم که تو یک سواد داره تا شما پیدا شه. آخ بگو. بگو. کجا برم بابا آنه بابا زیغلا آمدیم دیگه. لالا اشتری؟ خوبیم بخیری؟ جان شما جور خیلی عطه. الحمدلله زنده باشی. چی گپای ولو؟ برا غریری عباب ببین شما از سپاق فلاجم که خود اینا را رفته نمیتونم. گپ زدن خود بفهم لالا. من وقتی پامو به دردم اینجا بابا خود تکیه کنم. بیا. خب چی گفتی لالا تو بگو؟ گفتم اما ببین شما فلاج از سپاق قرار رفته نمیتونی. 100,000 دفعه برو دان خور او کاش بعد از اون یه اسم ببین رو بگو. نام خدا ببین که از تو شاخ سوریه. اعمال ببین نمیتو قچاقه که از صبح تا به چاش یک کور چپه میکنه. ولی بخی شیعی گپ شما. دان خو کاش که من چی گفتم که دان خو کاش کنی یک گپ لالا شما نمیدونی. خیلی هسته. بابو معمال کو. بابو معمال تقریبا 8-9 کلاس سواد داره. ایکو یکی. دیو مونده ازی. سعی کو تحریم سرمایه که بابو مدار اعمال هیچ کس به دنیا نداره. این دو تا. سیو مونده ازی. تمام نواسه ها و خدمت این از تا شما از بچه گرفته تا عروس تا نواسه. فهمیدی برا را خور بگردم؟ بفهمیدم. اول که تو می خودی ما گپ زنی به طریق گپ زی که بابو مادام با سوادی تا بی سوادی به کلمه گپ تو میفهمه بابو می. خوب شونی. میگم چی میگی؟ هیچی بابو این پرسان میکنه میگه کجا ما این بریم باشه شما رو مبوشونم همینجی پیدا کرده باشه که می بر بشینو کجا میری؟ همینجا این پالی شما هستون بابا جایی نری بابو پا خود دراز کنیم چرزنو زنیم بابو چند ساله ای؟ چی؟ میگو چند ساله ای؟ چی میگی؟ برارم تو از ما پرسان کن چی میگی؟ بگو شما که کارم هسته برارم ای بابا میگه چند ساله سند شما چنده میگه؟ گوسفندم هم بگو بابو ما گوسفندم خیلی داره خب خیلیت هست بابو خب کیف تو خدای میرفتی؟ برو را خور بگردم خب تو بخور رک داره نه بابو ما مونده که از صبح با کیف من تو من به تعمی غلا میگردم که از بابو من لاغل یک 10-15 سال جوانتر یکی پیدا شه به می بابو خوبستم چکار شد برق گرفت و اینه چکار بابو خودم داد نکنه خب پس چکار میکنم میبرم به عروسی میبرم بابو خود بابو شما به خیلی خوشی را رفته نمیتونه گوشا کن خب فهم را رفته نمیتونه بابو من چکار شده نام خدا سه شاخ سوریت میگه بابو تو را رفته نمیتونه چی کم داره بابو من نام خدا تو سعی بکو بابو شما به خیلی خوشی هم یک تو بچی کم داره کار ببریم به دیار برو لالا برات کن برو بابا پیدا کنه نه بابا نه چی پیدا کنو چی میگی میگم چی پیدا کنو خانومه یار کردم میگم نونه حالا درک داری برو رو میانه داری رد و اصاب مارم بیشتر از این خراب نه بمی زیارتا شمده تا بی بابو نواسه خاله نواسه همه بزیره بابو گه خورم ببریم همون جوگا بیترین جایی یعنی بابو خور به زیارت ببرم به پیش از اونا به 16 تا بابو 17 تا بابو تو صبر کن میگم بیسته که بیعقلی بابو گپ زدن نمیفهمید که چی رقم گپ زنه بیامده به من میگه ما چون چه کار بابو تو کار بیاین بابو با کیف تماشی با کدو میره خود شما میریم بابو دستاخو بگیریم بابو دستاخو بگیریم آخی بابو خور محکم بگیریم که نفته که برو جلجم باش آخی صبر بابو الله مامی تو محکم بگیریم بابو خور بابو شعر شهید کردیم مر بابو حالا خرابه که مگارم یک سره کمکش کش بابو که نفریم
سلام علیکم لولو مونده نباشین. چی گپوی تیار هستین لولو؟ لولو یک دقیقه اینجا بیم به شما کار دارم برو آرامه. بله. شما از این قلعه این براجو؟ بله آقا فرمایید. برو آرامه کلمی گپ ما به شما بزنم. بفرمایید. اگر اجازه باشه. خواهش میکنم. شما یک عمه پیری بی مثلا خوشو کلونه مادر پیرزاله نداریم هم سند سال می بابوم باشه به خسرونی آمدیم به این بابوم که هست نام خدا خوب اچاقه خوب جوانی رم سکو که هیچ کس عمل نداره خدایی ایکی یکی دیو مونده از این که هست بابوم خوب باسواد زمینداری داره گوسپنداری داره گوداری هر چیزی داره پول داره خوب پول داره انا می بیام آمدم گفتم سعی کنم اگه کسی از شما اینجا هسته بیوی باشه برو را خوب بگردم اگه بیابو تو زمینداری و گوداری و گوسپنداری و اینا داره چرا به کفتتون یک خره نداریم شما که بیابو خور برو خر بشینی بیاری مثلا به خسرونی برو را مگب زدن خود بفهم به کدو تو سیکو ایف بیابو من نکده که ما بالا خر بالا کنم بال موتر بال سچرخ ببرو موتور ما می کوچه موتر میاد و می کوچه موتر میاد موتور نمیاد نه موتور نمیفته به تجربه میفته میگم یک چیز دیگه ما به تو بگم تو اکدو منطقه ای که بیابو خور به کفت خود کدی بیامد اینجا به خسرونی هم به می عبرتی شده اما نمیگم تو بگو خسرونی هم به سر زمینا شده برارم ما از امو قلعه بالا تقریبا نصف روز راه که ما حرکت کردیم ما بیا آمدیم قلعه به قلعه میته میگردن که یکی پیدا شه لاقل یک 15 سال از بابوم جوانتر باشه که بابوم هم جمع سال از اینا نام خدا شاهزاده از اینا کم سند سال از اینا دیگه یک کم 120 سال میگم بابا پیدا کرده فکر نکشیم ماما سال نیه اینجا با پیا بابوم که هست برای خوب بگردم نورد قدیمه بفهمیدی مردا قدیم که هست همگاه وقتای تحقیق میکشن که این نفر بشنوه خب حالا چی میگی برای خوب بگردم هست درک مراکی که ما نری میبری بر دیگه نه برو کاکا خور مسخره نکو برو بزی گنده جولی و ایبرتی زن پیدا نمیشه برو کاکا برات کار خب برو بابو تو امروز سبا اسرائیل میآور می داره اون میبره و پالو پیار گم زدن بابا میزنی بابوم چکار شده بابوم عمالی چی کم نداره نام خدا سکو برور به چوریه برور به خوجه صاحب مرزا پیر پوده به زیر نیه بابو تو میبرم به خوجه صاحب بابو 70 سال پیش به خوجه صاحب رفت بگم که از سواتیه بگم تو بابو کاکا برات کار خبر برو برات کار خبر اینجا مسخره نکن مار بی خو همه خو ما زن ماما خود چی میته گپ مفت اله بیله یعنی تو میگی من برم به ماچتا اعلام کنم که بیبی پیدا شه از بابوم 10 سال جوان‌تر باشه سر زیارت بیبی‌ها خیلی حال فوت میکنه برو به هر دمه که یک بیبی فوت که بابو خورن قبر بکبن پهلوی به زیر کور برو زدن خدا عمل داره که بابوم داره به خدا قسم تو میخره عمل زن که بجا معلوم است سر کله شو معلوم ولی تو خود جلو گردن مدام باشه سر کله تو مال به لیله میفروشی یا نه به 70 بابا تو اوراق میدم هم درست بابا بابا این گفتد برو بدم پنتون بابو میگه برو دختر سواد داره که می مگر خیلی بگردی خوبه میگردیم امروزه حالا ما که برای سواددار برو مگر بگردم بابو اینا میگن ما داریم بفهمیدی میگن بی سواده باشه من سواددارم رنگ خودتو با پیدا میکنم بابو خیر بینی بابا خیر بینی من دعا کن بابو اما گریب زمین آخر هم به تو خط میدم یعنی خیر بینی بابو دیگه حال من در جمع باشه میتونم میگه تو یک سواددار پیدا شه بابو خداوندا چرا دل آفریدی چرا دل را تو عاشق آفریدی چرا دل را تو عاشق آفریدی اگر عاشق شدن جرم و گناه است دل عاشق شکستنم گناه است دل عاشق شکستنم گناه است مرا دیوانه کردی آخی با پا زولانه کردی آخی ظالم یار گوش نشینی هر میخانه کردی آخی سلام علیکم مندر باشی اشکنی لالا رمجون خیریات جونجوری الحمدلله زنده باشین چی گپوی چی خبر سلامتی
بیا جان کم کمک کنی که می دانجونا تلف داره میره تو کنی. جلو رمه جون امرو گردان موبایل نمیته میام و دون رو به صرف دمینا خوب بفهمیدی؟ دیدو بیاد متکت پیرمرد افتاده پیرمرد افتاد با چگاه که بریتک کاری سلام علیکم خودی و خوش آمد کدوم دنلال خیریت اینجا اینجوری گو شکر گفتم برارم گفتم گفتم او گفتم میگم برارم گفتم بله گو یک پیرزالی یک بیوه میوه یک دگه یک عمه یک خاله بیوه نداری گفتم خیریت باشه گفتم همی ببینه به زندگی خود خیستی خود هم داره حالا کم هنی ببینه دل مای زن کنه زن طلبه اما مرتکه که بابوی به کفته بود گردنم من لولو رو میجونم که اینا گذدم بزیر خنده هموخ در به جلو من بخوردی تارتوق بازی میگم چون بیبی عمه نانه مادر چیزی داری بده به این بابومه گفتم بابو خور ببر به زیارت بزیر کو بچه گرد بالا بریکت بالا پیرمرد نمیشتید اصلا قیقای خیر بینی کاری هم بود به تا کوچه بند به جلو من خورد حال لالا نیه بعضی از این مردم امیت فرهنگ پیینی ندارم که امین نمزدداری اینا رو همه امیت برخشندی گرفتم من نمیفهم که چی فکر میکنه همین مردم فکر و اندیشی از این اصلا کار نمیکنه ما بزوی گفتون تو بابو خود به کیف تقو کردی بیاوردی که زن مایه آیا یا خره به میده شما پیدا نمیشد که بابو خود برو خر بشونی بیاری به نمزدداری با به هم نمزددار کردن بابو به سراغ میشه پیرمرد که 100 سال 20 سال سندنه امروز صبح زیرول میاره میبره و پهلو پیرمه بیا ورده که تو بزو زن پیدا کو چی بگی لالا از خود خوب فراموش میکنه مردم رو میبینه بگی یعنی ما که دمه که ندیدم همیت هنگ کرده بید همیت منگ شده بیدو همیت جا به جا غلف شده بیدو که جیجو و قصی از این گپا نباشی گپا خله بگی تو به خدا می جوه شروع کنه همین جگه هم کامی علفه که هم یک جوی هم تو خود ما کمک کنی دل جمعشون سه که یه هفته و زلاغه به تا کلمه من معتل منم مگعنی برون لولا رو مجون نکنیم خودی شما کن نکو نوجوان نکو دم چین بانجونا بشد بیا یک من 2 من 5 من ورده ببر به خونه خود بری من میچینم بری خیر بینی برو نمینم یک جوی هم خود ما بچینی دل یاره دل ما یاره دل ما یاره دل یاره ما یاره دل یاره ما دل دل ما دل یاره ما دل یاره ما دل تمرین کار بشی انا نگم کوم نیلی چه که اون 4 متر رفتار تون میبره بعد نرینچه تو یک کار نشوندم و خیرهای گرگی تو هم برو خودی نورالله بچه خاله ما کوچه به کوچه خودی چرخسم بعد کمی به اون بوتون رو زنده چرا؟ میفهمی چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ این خجالت نمیکشه از این تنه کلون خود نمیگه کمی کار بعد یا خیلی این آدم کلون پای افتاده پیرمردی و به کفت بکنم به کوچه چرخم کیر زندم آخه نمیفهمم که بعده پاک میشه رفت مگو کی؟ نونا بچه خانه به روی کفت بکرده کوچه به کوچه میگردنه که مای او زنده و پیرزال یا نوجوان پیرزال بعد که میبینه میگه که یک پیرزال نداره بیمیوی خوشوی ببیانه گفت وقت تو هم برو خودی برو گفته شده چند روز که در شویی نکردی پیرزال برو کنار من به سودای تو غمگینه دل من وقتی برو گیله وقتی یا برمونو کار کنم ببین من یک برمون هرچی بگفتم بچه خاله بعده بریم به اول بخونه و این که کار خوبی نیه نه برو تو چی کرده تو هنو چی خودی نمیفهمی با هم میتونه میگه تو دن تو گوشی میده بیانی اما گفت یاد میدی گفتم خوبه رو خوبه گرفتم بیا آنها ماه دیگه چیه؟ ماه چیکار هم پیمرد پای افتادی ماه چیکار زد
میگه شیوه که میگه هر شب من خنک میخورم. وای 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 چه بزن بعده و چه به کفت خو میکنی خو کی من به کفت خو کنم؟ به چه خاله خو میگم نورالله میگم کی به کفت خو کرد؟ میگم چرا این برای به کفت خو کرده و کفت خو نمیکرده که کفت خو میکنم و کفت خو کرده مثل بی اقلیامه یاری خوب گله مکم به اون ندیدم فهمی زمین شخص شما تعالی همین تگه پا خو بزدم اما چند تا گپی هم بزد همین تگه راه خو بگرفتم بجستم بیام تو حال قسمت من نبیده تنه بده خب گپی می بیا کفت بشو چرا؟ و تو را میبرن زن میدن دیگه بشی تی کارا خونه که بشی تو زن میدار و تو را گفتم من زن ده و نه دیگه حال رسم رسوم بگو من میتونه دیگه رسم رسوم پیرمرد پرفزه ما که میتونم راه و برم تو هم نواسینی ببینم تو میگم این سه کن نورالله به چی کارا میشته کارا میکنه تو میگی بیاد که تو را زن دار و بله میلا که تگه پانه از بعده من زن من چه کراله من نمیفهم خدا بیامرزم بی بی من میتونه دست مدام سال به 12 سال به 13 و برزاد بود مدام جنگ دوادش مدام میزد که تو چلیم میکشی خود به رو هم موزر نمیگه که بابا من کن نسوار میکشم دیگه یک کاری کن برو خونی خاله خاله بگو مادر گفته که بعد تا کار نکنه این کار خوبی نیه بگو نورالله بگو رد از این کار به کجا برم؟ مثلا خاله میگم چی بگم؟ بگو مادر گفته که به نورالله بگیم که تا کار نکنه کار خوبی نیه به خدا یک عباس خیلی از این که تو هدف تو نکتی بیستینی کس مرسه تو سعی کن باید به اون زن پیدا میشه که با ما بسترمو چی فرق میکنه همین که بجو بدم میدم تو وقتی گیلک برو وقتی فهم باید دروغ بگو مادر ما گفته که بگو مادر که تا کنه راره نه باید بگو بعد آخه بعده آفرین برو بده پول ملی بده که برو از کجا بیارم پول؟ بیل چینیه با ما هر جا طوری که مگم تو پولم بودم داری که بده میشه به سر بیشنا شما وقتی گیلک جو وقتی که تا قسم یکی بکنی وقتی برو وقتی برو که با تو هم که بار دگه که پردانم من باشه داری که ندگه لنگم بره ما به طالب اون گشنشون چی بخورم؟ ما از کجا بیارم تو پول بدم تو به می کسی من نفسه همیشه این خرج مکتب من میشه به می غیرت جمعینی خوب به می در چیه؟ ای چیه؟ گوشه کیال بی میکشی بده خیال عرضی کردم من نمیرم عباس یالا کلاک وقتی ما یک دهی اگر کسی خود داشته باشم تو میدم وقتی برو بده ندارم گیلک سری دارم من میدم میکنم برو پس به دهی به تو میدم قبل کی؟ برو هر چی گاب داری بگو برای نه دروغ چند کلمه بگو بعد اگه نمیدونم را بگو خودم چپا کنم نلولا